روز بخیر دوستان عزیز، امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما هم شکرانه خدا سازیم خوبیم. در اینجا باشه فریضه باید موندگی بودم قرقس کرده سبت ذوقم کرد ویدیو کردم. چخیلی که شما بسیارتر فریضه را میپرسید در کامنتاری برای ما خواستم برای شما کمتر ویدیو کردم اونم قرقس کرده سبت ویدیو کنی را سر کردم دیگه شروع رقص نکرد. خیلی دوستان عزیز و نگفته نماند که به سپانسرهای ما حتما که ابونه شوید، در کامنتاری هاشون بنویسید، فعال باشید و خیلی پادپیساتسیا کم با ادپیساتسیا شده. برای ما هر یکی شما خواهش میکنم که دستگیری کنید. اونها هم به یک روز امید کانال شدن و دوستان عزیز از هر یک که شما مینت دارم که این سری من صورت های سونی رای میدکیوش مونده بودم. خیلی گپای خوب نویسته بعد ایجا گفتید که بومون با گفتید برای همو خواستم کمی با همی صورت های خواهراش گرفتگی را بومونم با بحر شما نمیخیر فقط خواهراش کتی بازی میکرد بگیم فریزه را فقط میگرفت کتی همی صورت گیری را نغز میبینم بسیار صورت داره. همی صورت هاش یافته مونده بحر شما نه اینجا قرغان تیپای وقتی که در قرغان بودیم در بختر صورت گرفتگن. اینجا باشه علاقه دوشنبه اومده بودیم فریزه رو باشه پست کرده بودیم. اینجا خیلی مسکوی وقتی که فریزه نبوده یا اینا رفتگیان تماشا. اینجا باشه تاجیکستان های کمی سوختگی وقتی یکم سال اومدگیش. روز بخیر دوستان عزیز، امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما هم شکرانه خدا سازیم خوبیم و در اینجا چخلی که دیده استید من گل کرم جوشونده استم. اینجا باشه کم تر کارتشکا پوسکدگیان همه گل کرم همه جوشونم کم تر همه کارتشکا کتی در تفتون میمانم با پریپراون نمک روغن میکنم شه او زیریزه کرده شیدم با نشون میتم بعد قریب بختنش بعد سیر میکنم شه همین یک نمود بکنم نشون بتیم تو نه. اینم خیلی دوستان عزیز از کارتوشکا را ریزه میکنم با نشون میتم با همین شکل ریزه کرده میشه. در اینجا فریزه اومده نخور خاله خومه بروکلی میخوری؟ از بپزه اینا قریب بخته میگیریم که تیار میکنم دوستان عزیز. آزم پست با فکرم که این برای چی بمون؟ دایما از بپزه با نشون میتونیم. اینا دوستان عزیز انا میخل میکنیم در دخوفکه میمونیم بعدی کارتوشکاش کمتر ملایم شدن بعد از بالایش سیر میکنیم و بعد میگیریم تیار میشود. دوستان عزیز در اینجا باشه اینمی کارتوشکاش ملایمک شده. اینجا باشه سیر ای تیورکا گذراندم. اینجا باشه سیر ای تیورکا گذراندم ای تورب تراشه در بالاش اکو میپاشم در بالای همین چیو بسیار تره خیلی میپاشم با یا 5-6 منوت دیگه میمونیم بعد گرفته با کودکا رو میکشم. حتما تیار کنید خیلی با مزه میشه. این خیلی میمونه با دخوفکه یک 5 منوت دیگه میسته بعد میکشیم. نمیخواد خوراکی ما تیار شد بگیم بازی میکشم در لیخش رو کده میگیرم و نشون میتونم. دوستان عزیز نمیخواد خوراکی ما تیار شد اما اشتیای تاون حتما تیار کنید پشیمان نمیشوید. در اینجا ویدیو رو به پایان میرسانم تا ویدیو آینده در پناه خدا باشید. خدا نگهدار هر یکی ما.